سلام بچه‌ها، من اومدم به خونه شما با یه ویدیو جدید. امروز قراره یه دوربین Insta360 X5 رو واسهتون اینجا باز کنیم و با هم ببینیم و از این به بعد ویدیویی که من بیرون واسه شما تهیه میکنم یه دوربین 360 درجه هستش که میتونم از کوه، دریا، با ماشین هر جایی که میرم یه فضای 360 درجه رو واسه شما تهیه کنم و توی یوتیوب قرار بدم. و یادتون نره حتما ویدیوی من رو وقتی که میبینید این لایک رو بزنید، سابسکرایب کنید که ویدیوی من بیاد بالا. خب بریم باز کنیم ببینیم چی داره. من فکر میکنم باید یه سری اقلامش رو مجدد سفارش بدم که بیاد. این پایه هم همینطور گرفتم، پایه طلاییشه که جدا خریدم. این دوربینش هست و آخرین مدل مارک Insta360 که با کیفیت 8K دوربینش میگیره. خب من اینجا نیاز به یه چیز دارم که بتونم اینو باز کنم. خب یکم چوندار هست. خب این دوربینشه. که می‌بینید زبان‌های انگلیسی و ایتالیایی و آلمانی و فرانسوی و اسپانیایی داره. یکی تو زبان‌های دیگه متأسفانه زبان فارسی رو نداره واسه این دوستای ایران فارسی زبانمون که بخوان این دوربین رو بخرن و باید به زبان انگلیسی کارشون انجام بدن. خب ببینید دوستان، من الان اینو به زبان آلمانی که گذاشتم انتخاب کردم، زبان آلمانی رو. الان به من میگه یه دونه سریال نامبر به من داده و یه دونه وای فای پسورد هستش که من باید به این اپش رو نصب کنم و این مدل رو و این وای فای پسورد رو بزنم و وصل بشم و اینو بتونم اکتیو کنم که کار کنم. این بغلش هم چند تا شاسی داره. حالا ما ببینیم این با این شاسی این باتریشه که باتریش در میاره. اپو دانلود میکنم و مجدد برمیگردم. خب دوستان، من اپ Insta360 رو دانلود کردم و کامل نصبش کردم روی گوشی و این مموری هم انداختم روشو و یه بسته هم اینجا بود که من فراموش کردم اینو باز کنم. این بسته هم ببینیم چی داخلشه. یه دونه کیف کوچولو داره واسه خود دوربینه که اینم یه کیف کیفیتش هم خوبه، قابل قبوله و یه کابل داره واسه شارژ کردن دوربین. این هم کابل شارژ دوربین هستش که وصل میکنید و شارژ میکنید دوربینتون رو. دیگه یه دونه هم دفترچه داخلش هستش که دفترچه هم به چند تا زبان مختلفه و یه دونه هم پارچه کیفیت پارچه‌ش هم خوبه به نظرم. اینم پارچه هم برای تمیز کردن لنزش و اون صفحه مانیتورش و این چیزاش هستش که میتونید استفاده کنید. فوق العاده کیفیتش خوبه. من پیشنهاد میکنم اگر که خواستید دوربین بخرید Insta360 X5 بهترین دوربینه واسه
شما بخواید بیرون برید و واسه یوتیوب واسه اینستاگرام فوق العاده است. کیفیت دوربین و کیفیت دوربینش 72 مگاپیکسله، کیفیت ویدیوهاش 8K هستش که فوق العاده است. خب من حالا این پایه هم باز میکنیم ببینیم این پایه دوربین وصلش میکنیم زیر این. حالا من یه سری تجهیزات دیگه هم واسش خریدم که اونا 1-2 هفته دیگه به دستم میرسه. من خود دوربین رو فقط گرفتم از توی یه سایت و این پایه هم جدا سفارش دادم که قیمت دوربین رو من گرفتم هولوش 600 یورو، پایه اورجینال خودش رو گرفتم 30 یورو. خب دوستان اینم پایه‌ای که باز کردیم. ببینید حدوداً 1 متر و 17 سانتی این پایه است که وقتی شما فیلم رو میگیرید این پایه به صورت نامرئی میشه که توی دستتون چیزی دیده نمیشه. وقتی که شما فیلم رو میگیرید دستتون به این حالت دیده میشه، ولی این پایه اون زشت بار میشه، نامرئی میشه، توی ویدیو نمیبینید اینو. مموریش هم تقریبا 25 یورو گرفتم، مموری 256 گرفتم واسش و یه سری خورده ریز دیگه هم هستش که اونا 150 یورو گرفتم و اونا میاد. خب این الان به این صورت شدش. ببینید این پایه اصلی خودش رو من گلدش رو گرفتم که دوست داشتم، مشکیش هم هست. وقتی شما سفارش بدید با پایه فقط میتونید مشکیش رو بگیرید. من اکسترا خودم اضافه بر اون چیزی که بودش من خودم خواستم که فقط استاندارد دوربین رو بگیرم و مخالفاتش رو خودم جداگانه سفارش بدم، اون چیزی که خودم میخوام داشته باشم. اگه که ویدیوهای حرفه‌ای میخواید بگیرید حتما این دوربین رو تهیه کنید و ویدیو بگیرید واسه یوتیوبتون و واسه اینستاگرامتون. 100% اینو من تضمین میکنم که ویدیوش خوب در میاد. این شما هر زاویه که بگیرید، شما اگه داره چیزای مختلف داره واسه اسکی، واسه دوچرخه سواری، واسه کوهنوردی، شما میتونید روی کوله پشتیتون ببندید، میتونید روی سینه‌تون ببندید، هر جا که ببندید زاویه رو میتونید 360 درجه واسه شما میگیره از همه طرف و میتونید اونو خودتون تنظیم کنید چه زاویه باشه. خب ویدیو امروز اونم تموم شد. من این ویدیو رو آپلود میکنم و میذارم توی کانال یوتیوبم. خیلی خوشحال شدم امروز که این ویدیو رو واسهتون گرفتم و با شما به اشتراک گذاشتم. شما با لایک و سابسکرایب منو دلگرم کنید که منم ویدیو بیشتری واسهتون توی یوتیوب بذارم. تا ویدیو بعد، خداحافظ.